رقص جدید عربی فرزانه ناز در دبی که اصلا باورتان نمی شود. فرزانه ناز در دبی مصروف چی کار باره است؟ دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ و جنجال جدید فرزانه ناز در تیک تاک. من در این ویدیو پیرامونق‌های غمین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند جوان موفق با استعداد کشور که سالهای قبل کارهای هنری خود را در افغانستان به گونه‌ای رسمی آغاز کرد. فرزانه ناز از ولایت زیبای بغلان بزرگ شده شهر پرخمری و تحصیلات دنا دوره لیسه را به اتمام رسانیده. فرزانه در سن 18 سالگی میخواست در سینمای افغانستان کار کند. بعد از نقش بازی کردن در چندین فیلم با سلیم شاهین متاسفانه موفق نشد در سینمای افغانستان خوب بدرخشد. فرزانه ناز به کشور پاکستان رفت و در آنجا آهنگ‌های پشتویی ثبت کرد. به یک بارگی نام فرزانه ناز در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور گل کرد و همه فکر می‌کردند فرزانه ناز در آینده نغمه افغانستان شود. اما دیری نگذشت فرزانه ناز به کشورهای آسیایی رفت آمدهای شروع کرد که این رفت آمدها باعث شد فرزانه ناز از راه هنر موسیقی دوری گزیند. فرزانه اکنون در کشور دبی زندگی می کند و در آنجا خواسته در سینمای دبی نقش بازی کند. وی بعد از رفتنش به کشور دبی کاملا هنر موسیقی را کنار گذاشت و تنها در صفحه تیک تاکش مصروف است و همیشه با هنرمندان دیگر سلبریتی های افغانستان لایف می آید و مشکل فرزانه ناز این بوده است که همیشه با دزداران و وطندارانش درگیر جنگ بوده است. ویدیوهای رقص فرزانه ناز در صفحه های تیک تاک و یوتیوب بازدید میلیونی را از آن خود کرده است، ولی فرزانه ناز تاکنون درباره نشر ویدیوهای رقصش چیزی نگفته است. ولی هر کس خودش میداند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.